به نام خدا. نکیز خیلی هستن. ترم 2 رشته مکانیک خودرو دانشگاه امام خامنه ای. استاد مجید ددشتی. درس هیدرولیک. خواستم درباره هیدرولیک پمپ هیدرولیک خودرو توضیح بدم. پمپ هیدرولیک خودرو نیروش رو از میلنگ ماشین میگیره، میلنگ خودرو میگیره. این قطعه مخزن روغن هیدرولیک هست. این لوله ورود روغن به پمپ هیدرولیک. این لوله که اینجا مشخص هست، یه لوله دیگه هم میره به سمت جعبه فرمون. روغن میبره به سمت جعبه فرمون. و سیستم هیدرولیک خیلی سیستم بسیار مهمیه برای رانندگی راحت‌تر و دلپذیرتر واسه راننده. و زمانی که پمپ هیدرولیک خودرو در حال چرخیدنن، روغن هیدرولیک از لوله ورودی پمپ با کمک فشار به سمت خروجی پمپ هدایت شده. و اولا نیرویی که به فرمان وارد میشه مجرای عبور روغن رو باز و بسته میکنه. این قطعه که الان مشخصه اینجا، این قطعه باش میگن جعبه فرمون. این قطعه که دوتا شلنگ و دوتا شلنگ قسمت اونجاش بهش وصل شده، این بهش میگن شیر فرمون. قطعات تشکیل دهنده سیستم فرمان هیدرولیک خودرو تشکیل شده از شیر هیدرولیک و تسمه هیدرولیک فرمان، جک هیدرولیک دو طرفه در سیستم فرمان، دیگه روغن هیدرولیک، شلنگ ها و لوله های رفت و برگشت روغن هیدرولیک در مدار سیستم. این لوله که از سمت پمپ هیدرولیک مشخص باشه، این لوله رفتن به سمت جعبه فرمون. پمپ هیدرولیک خودرو و مخزن روغن هیدرولیک و اجزای فرمان هیدرولیک. دیگه چند تا اعلام دیگه خدمتتون عرض کنم. خرابی سیستم هیدرولیک، روغنریزی از قسمت‌های سیستم هیدرولیک یا نشت روغن باعث کاهش سطح روغن در سیستم هیدرولیک خواهد شد. میدونه آسیب‌های جبران ناپذیری به این سیستم تعمین کنند. ایجاد صدای اضافه هنگام چرخاندن فرمان، صفر شدن فرمان و کم شدن سطح روغن هیدرولیک یکی از نشانه‌های خرابی سیستم هیدرولیک هست که بعد ما جلو نشتی روغن هیدرولیک ما بگیریم که نذاریم مشکل واسش ایجاد بشه. و وقتی که ما میخوایم جایی توی خیابونی جایی ما میخوایم فرمون رو بخوایم دور بزنیم، نه بعد ما فرمون رو موقع چرخوندن قفل کامل کنیم. اینطوری باعث میشه پمپ هیدرولیک فشارش بیاد و پمپ هیدرولیک بسوزه. حالا ببخشید استادی ما رو ماشین خودمونی کردیم. ماشین خودمون زیاد رو ارزی نداره، خیلی مشکل داره. فرمونش هم یکم مشکل داره، فرمان هیدرولیکش. و هم که شیر فرمون و جعبه فرمون ایناست، نشت روغن هم داره. بعد اگه ما بخوایم موقع دور زدن فرمون رو کامل قفل بگیریم، باعث میشه که پمپ هیدرولیک بسوزه. همون چرخدنده هایی هست که باعث چرخش روغن داخل مدار هیدرولیک میشه. وقتی ما موقع دور زدن خیابون فرمون قفل تا آخر بگیریم، فشار زیادی به سیستم هیدرولیک وارد میشه و باعث سوختن پرهای هیدرولیک خودرو میشه. با تشکر. نکیسا خیلی هستم. ترم 2. بخش استاد زیاد نتونستیم توضیح خوب بدیم. بعد خودرو هم پمپ هیدرولیک هم رو کار هستش، به خاطر همین نشد بهتر توضیح بدیم. ببخشید استاد. با تشکر.